با نام خدا یاد خدا. سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمده به برنامه نوبتی دیگری ما. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید پیش از همه صحت و سلامت و دور تشویش‌های روزگار. دوستان عزیز، در این برنامه ورزشی میخوام درباره تیم ملی زیر سن 17 ساله تاجیکستان باید به فوتبال به شما معلومات بدهم. چنانچه میدونید در این شب و روز در دولت عربستان شاهیگری عربستان سعودی قهرمانی آسیا بین سن‌های 17 ساله زیر سن 17 ساله آید به فوتبال جریان دارد و در اینجا خوشبختانه تیم ملی تاجیکستان با 2 غلبه و 1 شکست پیروزی به دست آورد و سرنشین جدول خود شد و راه خط یافت به 1 4 فینالی. و دوستان گفتن امانت این چون بغیر از 1 4 فینالی تاجیکستان دریافت کرد راه خط به قهرمانی جهان آید به فوتبال بین 17 ساله ها که در همین سال در 2025 در دولت قطر برگزار می‌گردد و این خیلی یک جای خوشحالی است و از این فرصت استفاده برده تمام شما هموطنان عزیز را به این پیروزی غلبه تبریک میگویم و خدا کنه که دیگه بازی ها هم بچه ها هم پیروز بیاین و برنده شوند و ما را خوشحال بسازند. خب دوستان عزیز، نگفتن امانه در دولت عربستان سعودی مدت چند روز میشه که قهرمانی آسیایی ادامه دارد و 8 تیم برتر اعلان شد و نصیب باشه آخرین بازی تیم ملی تاجیکستان با تیم ملی ایران بود که با حساب 3-1 ایران را مغلوب ساخت و شکست داد و راه خط گرفت به 1 4 فینالی و رقیب نوبتی ما در 1 4 فینالی تیم ملی کره جنوبی می باشد که خیلی هم بازیگرای بااستعداد دارد و خدا کند این خیلی بازی شوق‌آور هم خواهد گذشت و خدا کند که بچه‌ها خاراکتر نشون بدن و بازی را ببرند و ما را خرسند بسازند. دوستان بریم با هم یک جای چند تصاویر از این بازی ها را تماشا کنیم و جدول رقابت را هم ببینیم و در 1 4 فینالی کدام تیم ها با هم رقابت میکنند و دوستان نگفتن امانت خیلی دستاورد خوب هم هست. نگفتن امانت سال 2007 میلادی هم تیم ملی نورسان تاجیک 17 ساله در جام جهانی اشتراک داشتند و سال 2019 هم و این سومین بار میشد که تیم ملی زیر سن 17 ساله تاجیکستان به جام جهانی راه خط میگیرد و دوستان بازم بردباری برای بچه‌ها خواهانیم و خیلی ما که در غریبی هستیم برای ما این خیلی خوشحال کننده است. یک تیم ملی ما، یک مثلا ورزشکاری ما، یک نمیفهم سپورتسمن ما در عرصه جهانی پرچم برداری ملت می باشد یا که آبروی ملت را می بردارد برای ما خیلی خوشایند است، خیلی خوشحال کننده هم هست. از این لحاظ می خواهم بار دیگر هر یک شما تک شما را به این غلبه که بچه‌ها به دست آوردن با آسانی نبود. شما اگر رقابت تماشا کرده باشید و من اینجا چند لینک را میگذارم و بدرین تماشا کنید بازی‌ها را. خیلی هم بازی‌های شوق‌آور و جالب گذشت. دوستان از این وقت پرقامتی شما را نمیگیرم. خداوند یار مددگار همه ما و شما باشد و خدا دعا کنه که در حق بچه‌ها که پیروزی به دست بیارن و ما را خوشحال بسازن. دیگه بریم یک چند لحظاتی از این بازی ها را تماشا کنیم با هم تا برنامه بعدی. خدا نگهدار. بدرود.